سلام و روز بخیر بیننده عزیزی آزاد برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 23 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: فوتبال بازی تاجیک در پرمیر لیگ روسیه بازی میکند. تجلیل از 28مین سالگرد تأسیس ارتش تاجیکستان و شکایت ساکنان مسجد از تخریب مسجد. فرهاد واصف حمایتگر 30 ساله دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه تنباو شهر تنباو که در پرمیر لیگ روسیه بازی میکند گذشت. تنباو بعد نتیجه گیری دور 19 پرمیر لیگ روسیه با کسب 13 امتیاز در جدول مسابقه در منطقه خطر جای آخرین قرار دارد. باشگاه با مشکلات مالی روبروست و اخیراً با کمک مالی پرمیر لیگ روسیه شرکت خود را در مسابقات ادامه می‌دهد. تنباو در دوره 1/8 فینالی جام روسیه روز 21 فوریه در مسکو از باشگاه لوکوموتیو با حساب 0-3 شکست خورد. در این بازی فرهاد واصف از اول تا انتهای دیدار در هیئت دسته تنباو اشتراک داشت. فرهاد واصف 14 اپریل سال 1990 در دوشنبه تولد شده است. سالهای 2005-2006 در دسته سیسکا پامیر دوشنبه بازی کرده است. او سالهای 2007-2009 در هیئت دوره دوم ساتورن رامنسکوی کاپیتان یا سروانی دسته بود. در هیئت اساسی ساتورن باشد 2 بازی انجام داده است. فرهاد واصف در هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان سال 2006 برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا شده است و شرکت کننده مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان در کره جنوبی در سال 2007 می باشد. از سال 2007 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی می کند. امروز 23 فوریه در تاجیکستان همچون روز ارتش تجلیل می شود. سالگرد تأسیس یابی ارتش تاجیکستان امسال بعد از قبول قانون نو خدمت حربی تجلیل می شود. سندی که بار اول در کشور طرز نو خدمت حربی را پیش بینی کرده است. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت های حربی و عهدهداری های حربی اکنون سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده. باقی مانده ها از این به بعد می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماهه صاحب بلیت حربی شوند. هرچند مقامات حالا حجم مبلغ را معین نکردند اما ساکنان در این باره نظرهای گوناگون دارند. برخی از این اقدام جانبداری میکنند که به گفتهشان زمینه را برای تشکیل یک ارتش کسبی به میان میآورد، ولی برخی دیگر میگویند بهتر است جوانان به ارتش روند و در خدمت آب و تاب یابند. نظر ساکنان را درباره طرز نو خدمت در ارتش را با هم میبینیم. میشد برای اینکه همون شخصان کسبی علاقه در اونجا حفظ میکردن وطنه که بچه‌های یاش تو میرن تو تیار میشن تو وای بچه‌های یاش تو قدم زنی را 3 و 4 ماه چون میتونن که خودش اونجا خیلی وقت میگذره. اینجا فکر شخصی من درباره پول و دخل ندارم. مقصد حفظ وطن، حفظ و در دستی وای کسبی میشن. کسبی میشن. بودم کسبی. برای پولش فهمیدن در که چند خمیتان زورمون برسه میتیم نرسه مجبور خدمت کنم. چقدر باشه شما میتونه دادن؟ خیلی نگاه میکنیم که چه وضعیت چی که خدمت وطن هم بکنه 2 سال و گردن بلند بیاد در تمام جا کار در قبولش کنن. این خوب نیسته. به فکر من خوبش خدمت کنه. 2 سال خدمت بود کنه به سری بلند بیاید بود خدمتی. میترسم که به جای خدمت اون کار دیگه کنه اونجا. این همه گپی مردمه هیچ گپ نیست. خدا رو شکر. من 3 تا پسر دارم خدمت کردم. شکر خدا. اومدم به سری بلند کار میکنن. این جای یگان نه دروغ نه فریب نه یگان جای چی. دولت باشد اگر این درست است چون که در ازبکستان میگویند همه خیلات در ما این خیلی نیست. همین اگر جالب شود حقیقتا نقل میشد لیکن عملی شود. همه گپ با عملی شدن است. این نامش به میبرن عمل به اگر بگیرید با همون کار پیشینه پول خودی همون ویای و این کمر میگیرند و همه باید آلود میکنند. اکنون وای چیز وابسته شرایط وابسته شرایط زندگی هست آدمی که میخواند فقط وقتی خدمت کنی نداره پول داشته باشه پولش میسپره دولت بعد دیگر کس خدمت میکنه. کدام که نداره خدمت میکنه. یعنی همه شما طرفدار همین قانون هستید یا نه؟ من طرفدار هم نیستم و هم نیستم لیکن
آینده خودش معلوم میشه ده. همون پولش میسپرد، پول بودجت دولت میرد، این خدمت نمیرد، میخوند با یکون کار دیگر میکند، ما با یردم مدد میشه. البته قانون درست است. مثلا چی فایده میبرد؟ یکمش با فکر من یک ارتش قوی به وجود میاد، ارتش پروفسیونالی. در تاجیکستان هم باید که همین چیز را اندازی شود. برای خدمت این قرض هر یک مرد است. مردان تاجیکستان وای ما خدمت نکردیم، ما خدمت کردیم، ما در خد آلمان خدمت کردیم اومدگیم. اما خدمت کردن این هر یک گویا فرد در کردن هر یک مردی همین فرزندای تاجیکستان برای آبادی تاجیکستان. در یک نواری که کاربران بر رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود گنبد یک مسجد نوبنیاد را میکنند. به گفته کاربران مسجد در محله عزیزآباد یا سابق میدانچه کمسمال ناحیه مسجد است و مقامات محلی برای ویران کردن گنبد آن دستور دادند. ساکنان میگویند این مسجد را مردم با پول خودشان بنیاد کرده و ساختمانش در حال انجامیابی بود. در همین حال تراب ترابوف رئیس جماعت مسجد ناحیه مسجد که مسجد مورد بحث در حدود آن قرار دارد گفت مسجد اجازتنامه کمیته دین را نداشت. به این خاطر به گفته رئیس جماعت با قرار رئیس ناحیه مسجد از سال 2018 بینای مسجد به کتابخانه تبدیل داده می شود. در آن دهه باز 2 مسجد دیگر هست، گفت تراب ترابوف. در گذشته چند مسجد تاجیکستان را یا پره تخریب کردند یا گنبدش را برچیدند. چندی از مسجدها را با دلیل درست نبودن حجت‌هایشان به جایهای جمعیتی یا کتابخانه و سیخ دوزندگی تبدیل داده بودند. موضوع بستن مسجدها در تاجیکستان همیشه بحث‌های را به میان می‌آورد. اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید به ما نویسید. رحمانی فضلی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 22 فوریه با دعوت همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده به تاجیکستان سفر کرده است. طبق اطلاع رسانه‌های رسمی ایران سفر 2 روزه آقای فضلی به تاجیکستان با هدف رشد مناسبت‌های دو کشور انجام می شود. خبرگزاری رسمی ایران نوشت که وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی در این سفر ضمن ملاقات با مسئولان تاجیکستان مسئله‌های مورد نظر دو طرف را پیگیری خواهد کرد. ایران و تاجیکستان تاکنون 13 نشست کمیسیون مشترک بین دو کشور را برگزار کردند. مأموریت زندان 3 شهر خوجند گفتند محبوسی که در کشتار عاشق دخترش متهم است فقط 2% تاوان را پرداخته است که دادگاه معین کرده بود. حادثه 5 سال پیش رخ داد و دادگاه به این مرد امر داد که به والدان پسر 105,000 سامانه جبرانی مادی و معنوی پردازد. والدان جوان کشته شده از کشالکاری در پرداخت جبران شکایت دارند. والدان مردی محکوم شده از صحبت درباره این موضوع خودداری میکنند. بهار سال 2015 دادگاه شهر اسفره بدرالدین شراپوف ساکن جماعت چارکوه را برای کشتار حزب الله بصیر جانزاده 19 ساله که با دختری او دوستی داشته و میخواست از ازدواج کند به 9 سال زندان محکوم کرد. کشتار روز 7 ینوری همان سال در خانه بدرالدین شراپوف اتفاق افتاد. دادگاه بدرالدین شراپوف را از آزادی محروم کرده و به خانواده او امر داد که 105,000 سامانه جبران را بپردازند. نزدیکان جوان کشته شده میگویند از این مبلغ یک قسم ناچیزش را به دست آوردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی از مأموریت زندان رقمی 3 شهر خوجند با گذشت 5 سال از مرگ حزب الله بصیر جانزاده مرد محکوم شده همگی 2% یا 2430 سامانه جبران پرداخت کرده است. مأموریت زندان در یک مراجعه شفاهی گفتند محکوم شده بدرالدین شراپوف به کار جلب شد و از حساب مزد کارش 2430 سامانه به نفع شهروند بصیر جان ظریفوف رویانیده شده است. والدان جوان میگویند با وجود آنکه در قرار دادگاه مهلت پرداخت جبران معین نشده است اما گناهکار باید تاوان را بپردازد. بانک ملی تاجیکستان قالب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 23 فوریه چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برای دریافت اخباری از این بیشتر صحیفه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا صبح دیگر در پناه خدا باشید.